بچه استعداد یعنی چی؟ اصلا استعدادی وجود، استعداد یعنی یک علاقه پیگیری شده. شما وقتی توی موضوعی علاقه ای باشد یا اجباری باشد و بر اثر اون اختیار، علاقه یا اجبار یه موضوعی رو پیگیری کنید، تبدیل به استعداد میشه. این فرمانیه که مغز انسان، ببین انسان ذاتاً موجودی است فراخ، یعنی دوست داره، مغز تو دوست داره فرار کنه از انجام، برای اینکه زحمت نکشه، برای اینکه فکر نکنه، فسفر نسوزونه، میگه ولش کن، تو که استعداد نداری. کدوم استعداد؟ یعنی چی؟ بعد شما بازی علی دایی رو دیدید؟ چقدر استعداد فوتبالی توش حس کردید؟ تقریبا نزدیک به صفره. یعنی علی دایی تقریبا هیچ تکنیک خاصی یا دیریپی که تو این چندین سال شما بگی آقا عجب دیری، هیچی نبودش. و یه علی دایی